شیر آرزو دارم که شب خوش در کنار هم داشته باشیم و امیدوار هستم که چنین برنامه‌ها برای اطلاعات و بالا بردن ارج زبان فارسی کمک کنه. من نظر به دعوت رئیمی صاحب اومده بودم که یک غزل براتون تقدیم کنم، امیدوار هستم مورد پسند تا قرار بگیریم. رئیمی صاحب خواهش کرده بودن یک شیر تازه به برنامه ما بخون، من یک شیر تازه برشون آوردیم. البته نظر به شرایطی که در افغانستان است، ما یک احساس خودم نشه کنیم که البته احساس همه ما خود بود. شب بود پشت هر شب خورشید یادمان رفت. شب بود پشت هر شب خورشید یادمان رفت. در کشتزار حسرت امید یادمان رفت. می بست دست و پا را می برد سوی جنت. از حمد و قل هو الله پرسید یادمان رفت. ما رنگ رنگ گشتیم در دامن ریایی. در باغ خودپرستی توحید یادمان رفت. گم گشته ایم دیریست در ظلمت و سیاهی. ابریست آسمان ها ناهید یادمان رفت. خشکیده بر زبان ها آوای عاشقانه. در مذهب محبت تقلید یادمان رفت. گاهی به جرم کافر بردار می کشیدن. وقتی به کار آنها تایید یادمان رفت. آنقدر نام میهن کس بر زبان نیاورد. آنقدر نام میهن کس بر زبان نیاورد. در گوشه های غربت تبعید یادمان رفت. تشکر بسیار. از یک از شاعران بسیار برجسته جمع خود دعوت بکنم که بیاید روی استیج و در زندگی نامه مختصرشان آمده که شاعری است که در کنار شعر به داستان نویسی و کارتون و یا کاریکاتور نیز علاقه‌مند است. او از نوجوانی به شعر و قصه هزارگی علاقه‌مند بوده. آثار ارزشمندی در این حوزه دارد. بیشتر اشعارش در قالب سپید است و تجربه فراوانی در قالب‌های دیگر نیز دارد. خانم ها آقایان، از فرهاد زاهدی دعوت میکنم که روی استیج بیاید. امید که از ما دعوت کردن تا شعر بخوانیم. بله، من کارتونیست هم هستم، یعنی البته در اینجا وقتی آمدم یک روز تصمیم گرفتم که بیازماییم در زندگی ما هر چیزی که علاقه داشتم آزمودم و مدتی در روزنامه 8 صبح کارتون کاریکاتور می‌دادم که اکثرا سیاسی بود و پیش از او اولین بار به اصطلاح شاید من بودم که داستان هزارگی مغول دختر را نوشتم در سال 2003 که در آمریکا تجدید چاپ شد و بعد بیشتر شعری سپید می‌سرایم، علاوه ای که غزل و دیگر قالب هم. زمانی ما یعنی یک جمعی از دوستا خیلی شعرها و بیت‌های هزارگی رواج یافته بود. ما اتفاقا یکی از او جمله دگیرم آمد که بیشتر به ما وریست، اما برش ما میخوانم، هر کی نفهمید هم دیگه شاید. قد خود خوزید که در کنجی کدم ما، خوراک دل خوره سنجی کدم ما. اوی روی ممنی عالم بخاره در قبری به کسی تنجی کدم ما. هر کی نفهمید، چون خیلی کلمه‌ای کم پیچیده در نظر امروزی نیست زیاد. برای شعر امروز، چون در 1400 هجری شمسی
تحولی بسیار بزرگی در جهان آمد. یعنی چون همیشه ما شنیده بودیم که افغانستان یک نقطه بسیار مهم است و شعری که آماده هست برای شما اسمش از 14 خط از شناسنامه من. البته وقت نمیدونم، شاید من بتونم این 14 خط رو برای شما بخوانم در چند دقیقه. 14 خط از شناسنامه ما و در اینجا یک یادآوری می شده از 724 اسد به شکلی آمده اینجا. در سرزمین ما تنها گلوله ها جواز بوسه زدن به صورت لاله ها را دارند. آنان که به هیچ مذهب و قبیله تقسیم نمی شوند، تفنگ و توپ و بمبند به هیچ تبعیض. در 40 سال حاصل خوب گرفتند از کوه و دشت، از روستا و شهر، چی در سال بارانی چی در خشکسالی، از زمین‌های للمی یا کشتزار آبی چه فرقی می‌کند؟ زمین مرغوبی بوده است سرزمین ما برای ما اینها. افغانستان از شمال با سردترین فصلهای گرسنگی، از جنوب با گرمترین روزهای جنگ، از شرق با آخرین کوچه های سنگسار، از غرب با شلوغ‌ترین بازار انتحار محصور گشته است. خشکی در آسیا که به هیچ آبی آرامشی راه ندارد. شبی در دل اقیانوس هند، در غرش ابرها و باران تند، موجها از خشم بیگانه ستیزی شاید چنان شلاق به کشتی میزد که 7 بند آن به فریاد آمده بود. مرگ را دیدم که لبخند مرموز بر لب داشت، ناگهان به پرواز درآمد. سیر از شام مفصل در خاورمیانه رفت تا نمیدانم کی بازگردد. مگر آن که رنگ و عطر گل نی را دیده باشد میداند جنگ کی به پایان میرسد؟ در شب خسته سینه من صلح شهابی در خیال خلوت ویرانه های هزار رؤیا و آرزو خطی از طلای خالص امید می کشد و می گذرد. از این اندک حتی قطره اشک شوق می چکد، لاله هایی سر بر می زند. جنگ پایان خواهد یافت و تنها درختی با اندک سبزه‌ای بر لب باریک آبی محبت سر بلند می کند. زندگی آغاز می شود، زیرا این تنها عشق است که از گل نازکتر، از سنگ سخت‌تر است. با تشکر از توجه شما. نادر احمدی که به جایگاه تشریف بیارم. نظر همه مهمانان گرامی، دیگه محفل خیلی گل رنگارنگ است. دیگه خوش به حال خانم امینی که در اول محفل شعر خواند و هم شأنش حفظ شد هم شأن شعر. به هر حال منم یک غزل از اونجا که قول داده بودم خدمت شما میخوانم. اگر کام شما در بین این همه طنز و فکاهت تلخ شد ما رو ببخشید. عنوان شعر هست پهلو سنگ. یقینا میدانید که یک حادثه تروریستی خیلی فاجعه آمیز در منطقه پهلو سنگ اتفاق افتاد یک ماه پیش و تعداد زیادی از عزیزان ما در اون حادثه تیرباران شدند. این غزل به یاد اونها سروده شده. پهلو سنگ. سلام صبح صمیمی و شاد پهلو سنگ.
سلام صبح صمیمی و شاد، پهلو سنگ تداومت همه لبخند باد. پهلو سنگ حواس پرده پر از اعتماد. پهلو سنگ نشسته بر سر راحت شغاد. پهلو سنگ ببین چگونه خبرهای داغ طغیان کرد. برای صبح تو خورشید هم قرار نداشت. برای صبح تو خورشید هم قرار نداشت. ستاره زیسته‌ای بود و غمگسار نداشت. هزار مرتبه از خود گریخت پنهانی، پناه جست به جایی که انتظار نداشت. میان زخم خودش اجتماع کرد آنگاه، میان زخم خودش اجتماع کرد آنگاه. مصممانه طلوع تو را فراوان کرد. تو را به جرم گل سرخ بودنت آن روز، تو را به جرم گل سرخ بودنت آن روز و اشتیاق غریب شکفتنت آن روز. پرندگان حوالی دامنت آن روز، برادرانه دهن باز کردنت آن روز. تفنگی آمده از شرق تیرباران کرد. چگونه شعر تحمل کند عزای تو را و یا که نشنود این زندگی صدای تو را. چگونه جار زند غور کربلای تو را. کجاست گریه ببوسیم رد پای تو را. تو را که خاک دهان باز کرده پنهان کرد. به دای کنده غمگین و رنج دیده قسم، به دای کنده غمگین و رنج دیده قسم. به مادران صبور و بلا کشیده قسم. به 14 جسد سرخ و سربریده قسم. به جان فارسی نغز و ناشنیده قسم. پرندگی همه را روی کوه بریان کرد. هزاره ایم و هزاره دوباره خام شدن. هزاره ایم و هزاره دوباره خام شدن. به دست بسته ترین شکل قتل عام شدن. به دور مرقد خود، به دور مرقد هم مشت ازدحام شدن. بگو چگونه مهیای انتقام شدن. هزاره نیست از این بیش صبر نتوان کرد. نشسته بین دو کتفم هزار تیغ، اما مسیر زندگی من شده بلیغ. اما میان حنجرم ایستاده تیر. اما هزار خشم نهان و 200 دریغ. اما نشسته بین دو کتفم هزار تیغ، اما مسیر زندگی من شده بلیغ. اما میان حنجرم ایستاده تیغ. اما هزار خشم نهان و 200 دریغ. اما چگونه می شود از این هلاک طغیان کرد.
چگونه می شود از این هلاک طغیان کرد؟ سپاسگزارم. شعر از اون کتاب اگر بتانیم برای ما بسرائیل مبدل میشه خانم قریشی. مجموعه اول اسمش بود سنگ ها گل میکنند و مجموعه دوم است عطر نفس ها که اسم عطر نفس ها را از یک شعرم گرفتیم. البته شعر کوتاه خدمتتان به خوانش میگیرم. در هیاهوی عطر نفس ها خیزش نور را در سکانس سکوت تو میبینم. ایستاده هم کنار اسکله که اندامش ترک خورده از موجهای سرگردان. عصای دستانش گری خورده به قایقران عاشق که ماهی‌های شیرش را به دریا می سپارد و من عاشق‌تر از آن در دام عشق تو. یک سپرایز داریم. خانم کسندرا فرناندو همونطور که در سخنرانی خود گفت که ایشان خواننده هم بوده، یک آهنگ بسیار کوتاه را مد نظر داره برای ما و شما بخوانه. میس کسندرا فرناندو you singing now. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Thank you. شعر حافظم بخوانم برای دوستان. دیوان زیبای حافظم رو ایمیل اینجا میبینم. حافظ پرچمدار شعر فارسی است. امیدوار هستم که اشتباهی خواندن از شعر از پیشم رخ نداد. عشق بازی و جوانی و شراب لالفام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشین نیک کردار و ندیم نیکنام، شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بزمگاه دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشن پیرامنش چون روضه دارالسلام، باده گلرنگ تلخ و تیز و خوشخوار و سبک، نقلش از لعل نگار و نخلش از یاقوت خام، غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیر، زلف جانان از برای صید دل گسترده دام. هر که این اشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، آن که این مجلس نخواهد زندگی بر وی حرام. تشکر. وجود نیارنده برای ما بیان وطن احساس کنم که همه ما دیر وطن شدیم. یک شبتا شعر میبید میگه که وطن باشی صبح و شام شی قشنگه، وطن باشی صبح و شام شی قشنگه، چگر گشته بله بام شی قشنگه، در بین بهترین جایای دنیا هزاریستو قدر نام شی قشنگه. امیدوارم که خوش مانده. دوست خوب و شاید جوان طاهر هجران در شهر پیز میکنه. شعر هست به اسم بیبلغه یا یهویی، هزارگی هست، بوی وطن دارد. میگه دمی بیگاه داخل سایه تا شد یک ربی بلغه، دمی بیگاه داخل سایه تا شد یک ربی بلغه، بگی بنداب و کوها جا شد یک ربی بلغه، صدای گریه از موری
موری قدی دود پلو پر شد صدای گریه از موری قدی دود پلو پر شد که کشته یک نفر را سر صدا شد یک رگ برغه تجلی خانگی خوی کرد و فندی شیخ و اربابو کمین خورده برار از راه دچار شد یک رگ برغه پرید افتاو چناری پیش خانه یک را خالی شد گله گنجش مولک زد هوا شد یک رگ برغه ندیده خنده ماتو را مردم بعد از او هرگز عذاب چشم ماتو دل سیاه شد یک رگ برغه در پیه گندما پیچک سوز بود یک رگ ترما شد زمینا در گرفت دیو تبا شد یک رگ برغه گرفت بخته را بود یک مردکی پیر سمت نامعلوم غریب عاشق شد بند از بند جدا شد یک رگ برغه دوستان من شاعر نیستم البته شاعرها رو دوست دارم شعر ما محتوایش بیشتر طنز است شعرگونه است و عوض میخوایم از شاعرای گرامی امروز فیسبوک رو باز کردیم دیدیم که رنا امیری نماینده آمریکا در امور افغانستان در همون ایام اجلاس دوم دوحه یک مطلب رو اونجا گذاشته خیلی ایام سختی بود وقتی زنان حذف شد از اجلاس دوحه من شخصا ناراحت بود فیسبوک رو باز کردیم دیدیم که نوشته ایشان روزنامه اطلاعات به نظر نوشته بدون حضور زنان در بحث‌ها راه حل برای چالش‌های افغانستان وجود ندارد. اونجا ما مخاطب قرار دادیم و شعر ما را به زبان هزارگی سرود و قربان البته عذر می‌خوایم طنز است مخاطب رنا امیریان و قربانی امو لبای تو یک عکس قشنگ گذاشته نگاه کنید شما ماشاءالله و قربانی امو لبای تو علی فدای وعده سوای تو علی کجا بودی در این روزار ناجام مرا کشته چشمی سیاه دارم کجای قلب خود بگذارم ای یار منی مسکین همین حرفای دارم مزن آتش به جان بیقرارم و این ناز و و این ادای دارم بریده تیغ ابروی از وجودم قسم بر خنده زیبایی دارم قشنگ اینجا قشنگ خندیده لبخنده به تاریکی سویت بسته دلی من به تاریکی سویت بسته دلی من به حق گاه و نابیگای دارم شهید راه عاشقی روا است برای گنج ناپیدای دارم اگر ما خوشه رو بکنم چون اینجا از اقشار مختلف جامعه ما داریم و من لازم دیدم میره بخوانم وقت تنگ است به یک بوسه مرا دعوت کن گاه از عشق بگو با دل من خلوت کن با دلم راه بیا تا من و تو ما بشویم وقت تنگ است بیا تا ته دنیا برویم خنده زیباست بیا خنده به هم هدیه کنیم شب دراز است بیا تا که به هم تکیه کنیم کلبه ما با دل خوش به جهان می ارزد پشت من باش ببین پشت جهان می لرزد آب با عشق بنوشیم کم از می نبود لذتش کم ز 200 جام پیاپی نبود هزمین رو بیا تا من و تو ما بشویم زندگی می گذرد
حیف که تنها براییم. تشکر از اینکه حضرت بعض از دوستا بر بکنم امیدوار هستم راحت نشن. البته یک شعر است: زندگی در ملک دیگرو مشکله، زندگی در ملک دیگرو مشکله، هرچه بودیم هرچه داشتیم باطله، آمدن در ملک غیر فرهنگ غیر آسو نیه، اینجی مساوی حق گناه از خاتنو نیه، اینجی مساوی حق گناه از خاتنو نیه، او علی غرغر نکد خاتون خوره مجبور نکد، زندگی خوب خوره زیده در جهنم جور نکد، اینجی شای خاتنو هم خود کفای خاتنو، قار خو بخورین اگر نه از شم جدای خاتنو، خاتو ده اینجی خواندو مرا بلده یسونو گفتو مرا، خاتو ده اینجی خواندو مرا بلده یسونو گفتو مرا، یالی موترو شده سوار پرادو شده، یالی موترو شده سوار پرادو شده. تشکر. البته افتخارش برمیگرده بابای ناصری. مگه پایچه بلند موتر شیه، مگه پایچه بلند موتر شیه، 500 کیلو لنگر شیه، 3-0 خنجر شیه، آته حساب پشت پر شیه، 3-0 خنجر شیه، آته حساب پشت پر شیه. مردا خو اشتباه مونه، مردا خو اشتباه مونه، خود بانک سودا مونه، خاتو که دمش راست شد، خاتو که دمش راست شونه، مردک خوره رسوا مونه. تشکر. سلام علیکم، چی حال دارین؟ سلامتین. تشکر که شما تشریف آوردین و تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. سلامت باشین. میشه خودتون بر بیننده عزیز به معرفی برسانید؟ تشکر. من حیات رحیمی، رئیس انجمن فرهنگی و اجتماعی امید، که انجمن را تقریبا ما در سال 2014 تأسیس کردیم به این امید که هموطنان ما فرصت از این داشته باشد تا مثل برنامه امشب که شما شاهد از او بدید بتونه فرهنگ خود در اینجا رشد بده، فرهنگ خود تقویت بده و در حفظ فرهنگ ما و همچنان در قسمت خود اینمی که با جامعه استرالیا بیشتر آشنا شویم و مشکلات ما را مردم استرالیا هم بشنوه، این انجمن ایجاد کردیم. این چندمین برنامه است که شما برگزار کردین؟ ما برنامه‌های این چنینی بارها برگزار کردیم، به خصوص پیش از کرونا. ما در قسمت برگزاری تجلیل از سال نو، از عید قربان مثلا، از عیدها، از هفته مهاجر و شب شعر موسیقی بارها برگزار کردیم و امشب شما شاهد یک از برنامه‌های شب شعر موسیقی هستین که با کیفیت تمام خدمت دوستان گرامی تقدیم کردیم. برنامه که برگزار کردیم، پیام دقیق شما از این برنامه چی است؟ خب همونطور که شما دیدین در این برنامه ما آدمای فرهنگی، شاعرا، اهل ادب دعوت کرده بودیم و کسایی هستند که اینا امو پیام آوری به حساب خود ادبیات است و میتونه همین ادبیات و شعر و فرهنگ کتابخوانی را به سایر باشندگان یا به حساب شهروندا و اعضای به حساب فرهنگ ما و شما منتقل بیتن. خب پیام اصلی بود که امو فرهنگ شعرخوانی، فرهنگ کتابخوانی و همچنان خودی امو انعنات ما که موسیقی و شعر است، این رو بیتیم هم حفظ کنیم، هم تقویت بیتیم. میشه درباره انجمنتان یکم بیشتر بر بیننده توضیح بدین که در انجمن شما چی کارهای شما انجام میتونید و کدام برنامه را پوشش قرار میتونید؟ خب انجمن همونطور که از نامش پیدا، انجمن فرهنگی اجتماعی امید، خب بیشتر کار فرهنگی اجتماعی میکنیم، ولی خب در قسمت رشد فرهنگ ما و در قسمت دادخواهی از مشکلات کمیونیتی و مردم ما همچنان انجمن بسیار فعال بوده. در قسمت جلسات معلوماتی برای مهاجرین، جلسات کاریابی ما بسیار فعال بودیم و تانستیم که تعداد زیادی از هموطنان ما را در این قسمت نیز پوشش بدیم و از خدمات انجمن مستفید باشند. کسانی که در افغانستان هستند و شاعر هستند، نویسنده هستند،
اونایی که فعلا دستشان از قلم کوتاست چی پیام دارین، چی گفتنی دارین؟ خب متاسفانه همونطور که من در صحبت‌های خودخواندنی هم گفتم، متاسفانه گروه حاکم فعلا در افغانستان هم شنیدن موسیقی، سرودن شعر را تحریم کرده و بخصوص خانم‌ها و دختر خانم‌ها حق تحصیل در اونجا نداره و از طریق این برنامه ما کوشش میکنیم که این پیام برسانیم که ما در کنار از اونا هستیم، ما بر از اونا دادخواهی میکنیم و امید است که یک روز اونا بتونه حق تحصیل، شنیدن شعر و همچنان شنیدن موسیقی اصیل افغانی ما را هم داشته باشند. آقای دمی میشه برای ما بگین که تعداد از سیاسیون هم در برنامه شما تشریف داشتن، میشه یکم بیشتر معلومات بدین؟ خود ما کوشش کردیم که این برنامه زیاتر برنامه فرهنگی و شعر و ادبیات اینا باشه، ولی خب مشکلاتی در واقع کمیونیتی یا جامعه ما گره خورده به اینکه به جامعه استرالیا ما خواستیم که از نمایندگان پارلمان هم به خاطر خدماتی که اونا داشتن تقدیر کنه، بخصوص از آقای جولیان هیل که نو در یک پست تقرر یافته، او هم تبریک گفتیم و همچنان کاندیدای شورای شهری ویکتوریا از کمیونیتی خود ما هموطنان موظفانه و از قوما را داشتیم که اونا هم اینجا بودن و اونا را معرفی کردیم تا که حداقل از طریق امی جلسه اونا هم برای مردم معرفی شود. جان سپاس، تشکر از شما. تشکر از فرصت که در اختیار است. تشکر از شما. میشه خود معرفی کنین؟ سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده هایی که ما را از طریق بیننده هستند. من مرضیه رضایی، یکی از اشتراک کننده هایی که امشب در این برنامه آمدم. من هم یک یوتیوب چینل یوتیوب دارم و زیادتر در فضای مجازی فعالیت های فرهنگی دارم و مدت 1 سال میشه که در کشور استرالیا آمدم و خیلی خوشحالم که در جمع در جمع عزیزان هستم. سلامت زنده باشین. خب شما یک شعر دکلمه کردین، میشه دربارش کم صحبت کنین؟ والا راستش اون شعر ما گفتن که با اشتراک کننده‌ام باید یک شعر بخوانن. ما هم همونطور در فضای مجازی همونطور دیدم که یک شعر در مورد وطن بود، اما را خواندم. دیگه خودم شاعر نیستم، اگر شاعر خودش متوجه شده باشه که من شعر از خواندم بدون اجازه شی، من از اینجا معذرت بخواید. نه واقعا بیننده عزیز، ما که همینجا بودم و شما که قسمی که دیدین واقعا خیلی خوب سرودین شما شعر و مطمئن هستم که شاعرش هم اتفاقا شاید خیلی خوشحال شده باشه که شما شعر از اونها سرودین. سلامت باشین. من این فکر کردم که دقیقاً کسایی که دور از وطن هستند همه امو پشت موضوع آب و هوای وطن، پشت موضوع صمیمیت و فضای سرسبز وطن دیق شدن. من امو شعر را گفتم. امیدوارم که کسایی که همین اشتراک کننده‌ای که بودن مورد پسند اونا قرار گرفته باشه. تشکر جان، سپاس از شما. سلامت باشین.
خود من و امیدوارم که مورد بسیار قرار بگیرد. هر شب که عقده‌های دلم باز می‌کند، هر شب که عقده‌های دلم باز می‌کند، با یاد چشم تو غزل آواز می‌کند. با یاد چشم تو غزل آواز میکنم. هر شب هر شب
زنده باشین دوستان. لطف سیریش دیدم پا کردن چی حاصل علاجی بکن کز دلم خون نیاید دل در خون تپیده دارم جانی بر لب رسیده جانی بر لب رسیده رسیده دارم دل در خون تپیده
رسیده رسیده جانی بر لب رسیده رسیده دارم دلی در خون تپیده تپیده دلی در خون تپیده تپیده دارم جانی بر لب رسیده جانی بر لب رسیده رسیده دارم جانی بر لب رسیده رسیده چرا بسویم تو شبی
تنها نیایی. مژده به هموطنان گرامی. جوینده پرودکشن با بیش از 20 سال سابقه و تجربه کاری جدیداً در شهر زیبای ملبورن به فعالیت آغاز نموده و فیلمبرداری از محافل عروسی، شیرینی‌خوری، سالگرد و کنفرانس‌های شما را به شکل تخصصی و حرفه‌ای تهیه و آماده می‌سازد. همچنین برای تهیه گزارش تصویری از برنامه‌های فرهنگی، کنسرت‌ها، ساخت کلیپ‌های هنرمندان، ضبط و نشر اعلانات تجارتی شما را نیز پذیرند. جوینده پرودکشن. شماره تماس